ما برای برد رفته بودیم و واقعا اگه فکر کنم امروز اگه بازم عدالت درست بود واقعا بازی ما می‌بردیم، چون اون پنالتی که به ضرر ما گرفتن، خب حالا طبق نظر کارشناسای خارجی واقعا ما میتونستیم امروز برنده از زمین بیرون بیایم. برای جو استادیوم؟ نه حالا اون که راجعش صحبت میکنیم. واقعا این تعویضایی که تو این چند هفته دیدیم و اتفاقاتی که راجع به داوری تو این چند هفته افتاده و یه سری تیم‌ها سود کردن و نمیدونم چرا هیچ به ضررشون گرفته نشده، فقط سود کردن و الان تیمایی مثل تراکتور که صدر جدول بود آوردن پایین، بعدش استقلال ما رو هم دارن میارن پایین و یه چیزی به یادگار به شما بگم که بمونه، چون هفته دیگه قطعا میبینیم که تیم سپاهان هم قطعا میاد پایین و مثل 2 سال پیش که به هر حال جام از استقلال گرفته شد، این اتفاقات یواش یواش داره میفته و واقعا فدراسیون باید از همین الان یه فکری بکنن که بعداً لیگ تموم شد نیان عذرخواهی بکنن. میگم صحنه که قبول باشه، باز ببخشید وقتی یکی بی‌احترامی کرده باید محروم بشه دیگه. کمیته باشگاه شکایت میکنه. مگه محروم نکرده؟ مگه قبلا مرداد محمدی رو محروم نکرده؟ چرا؟ خب الان باید سروش رفیعی هم محروم میشد دیگه. حالا مردم خوب خرم‌آباد ما اونا رو از این قضیه جدا میکنیم، ولی یه سری از هوادارا واقعا از ورود ما شروع کردن فحاشی، توی گرم کردن به رامین رضاییان فحش دادن، به روزبه چشمی فحش دادن، فحاشی کردن، آسانی رو با سنگ و همه چیز زدن. اون پشتش اگه تو سر آسانی میخورد چه اتفاقی میافتاد؟ سنگ زدن؟ بله. بعد واقعا اصلا این برای ما خیلی بده. یه بازیکن خارجی اومده تو ایران، جای اینکه ازش مهمون نوازی کنیم با سنگ میزنیمش. یا روزبه چشمی، رامین رضایی، اینا بازیکنای ملی ما هستن، نباید بهشون فحاشی بشه. بعد از بازی هم آقای میثاقی انقدر تو زمین شلوغ بود اصلا معلوم نبود کی به کی بود. یکی رد شد زد تو سر مدیر رسانه ما پژمان، اصلا نفهمیدیم همینجوری الکی، همینجوری اصلا شلوغ شد. اصلا نمیدونم، فکر کنم بالای 100 نفر تو زمین بودن. سپاسگزارم. ممنونم، شب شما بخیر. آقای ایدری، یه چند تا سوالم بیننده‌مون پرسیدن راجبش، اگه میتونید توضیح بدید. راجب ماشاریپوف پرسیدن که الان در دسترسه برای شما اینکه بتونه تو لیگ بازی کنه. راجب ماشاریپوف به هر حال باشگاه داره استعلامات رو میگیره که اگر مشکلی نباشه بتونن بازی کنن. شما همکارای محترمتون و بینندگان عزیز در خدمت شما. سلامت آقا. خیلی عصبانی شدن هواداری پرسپولیس و خیلی از درخواستاشون من فکر کنم میتونم مثلا نشون بدم الان رو صفحه که گفتن آقای پیروانی رو بیارید رو خط. آقا در خدمتم راجع به نکاتی که پیش اومده شما توضیحاتتون بفرمایید، بعد من چند تا سوال بپرسم. راجع به چه موضوعی آقای؟ راجع به صحبتایی که الان آقای ایدری مطرح کردن، بیننده‌هامون گفتن با شما صحبت بکنیم که گفتن آقا یه تراکتور رفت بالا آوردن پایین، سپاهان رفت بالا آوردن، ما هم تو صدر جدول بودیم، به همین دلیل ما رو از جدول آوردن پایین که یه تیم دیگه بره بالاتر. خب من خیلی خوشحالم که باز دوستان البته آقای حیدری این اواخر مقدار جنب و جوششون زیاد شده، حالا برای اینکه نشون بدن تعصب رو تیمشون دارن، ولی بهتری که به تیم ما، به تیم پرسپولیس احترام بذارن.